اختراع چراغ‌های شارژی اضطراری توسط مهدی زندی مقدم. نوآوری بی‌نظیر برای کمپینگ و شرایط بحرانی. مهدی زندی مقدم با اختراع چراغ‌های شارژی پیشرفته با مکانیزمی بسیار عالی راهکاری ایدئال برای طبیعت‌گردان و شرایط اضطراری ارائه کرده است. این چراغ‌ها با قابلیت شارژ از برق، پنل خورشیدی و مکانیزم دستی، مصرف بهینه انرژی، مقاومت در برابر آب و ضربه، تنظیم شدت نور و پورت USB برای شارژ دستگاه‌های الکترونیکی یک ابزار ضروری در سفر و بحران محسوب می‌شود. طراحی کم حجم و حمل آسان آنها را به گزینه ایدئال برای ماجراجویان تبدیل کرده.こちらのホーム見ていただけると、何年前で共同通信新聞になりまして、料理がいいな。今年も2018年の5月開発、2017年の11月開発。